سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما هم تب آمپول های لاغری رو شنیدین؟ در مورد آمپول های لاغری که امروزه بسیار مصرف شایع شده و توصیه میشه به افرادی که از این روش برای کاهش وزن استفاده کنن. ولی یکی از معروف ترین از آمپول های لاغری که داروی اوزمپیک هستش که از خانواده داروهای سماگلوتاید هستش که برای دیابت نوع 2 طراحی شده. این آمپول ها باعث کاهش اشتها میشن و مکانیزم اثرشون در واقع کاهش GLP-1 هستش که هورمون اشتها هستش. ولی عوارض این آمپول ها میتونن داشته باشن که شاید خیلی ازش بی اطلاعن و بهتره که ما در مورد عوارض آمپول های لاغری آگاهی بیشتری داشته باشیم که تصمیم آگاهانه ای بگیریم. ببینید این آمپول ها علاوه بر اینکه باعث کاهش اشتها میشن، حرکات دستگاه گوارش رو ممکنه کند بکنن، حالت گاستروپارازی داشته باشن، یعنی حالت فلج موقتی معده. همچنین به دلیل شرایطی که فرد در تغذیه‌اش ایجاد میشه و کم آبی که تو بدنش ایجاد میشه، ممکنه که فرد سنگ‌های صفراوی بگیره و به دلیل تغذیه نادرستی که افرادی که آمپول‌های لاغری استفاده میکنن ممکنه افت شدید عضلات داشته باشن، صورتشون در واقع بسیار بد فرم بشه و تحلیل بره، عضلاتشون خیلی شدید تحلیل بره، سردرد، حالت تهوع، بی‌آبی شدید ممکنه داشته باشن، حالت سوزش سر دل، تهوع، استفراغ و یا گاهی اوقات اسهال داشته باشن. حتی در افرادی که سابقه افسردگی دارن ممکنه که میل به خودکشی در فرد ایجاد بکنه. همچنین کسایی که نودول‌های تیروئید دارن یا خانوادهشون سرطان تیروئید شایع بوده بسیار های ریسک هستن یا حتی ممکنه التهاب پانکراس بده. در واقع اینا از عوارض این در واقع آمپول لاغری اوزمپیک یا خانواده داروهایی هستش که با مکانیزم سماگلوتاید میخوان شما رو لاغر بکنن. و اگر دارید از این آمپول استفاده میکنید باید بسیار مراقب باشید، تحت نظر متخصص باشید، عوارضش رو آگاه باشید و پشت صحنه این قضیه لایف استایلتون رو درست کنید، سبک تغذیه سالم داشته باشین، چون وقتی که این دوره تزریق تموم شد دوباره شما همون آدم میشین با هزار تا عارضه‌ای که این آمپول به شما داده و باید اینها رو برطرف کنید. خلاصه انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشین نسبت به آمپول‌های لاغری و اولین راه ندونید برای کاهش وزن این قضیه رو. ممنون از توجه شما.